سلام دوستان عزیز. پسرکی بود که یک پرنده داشت و او پرنده را خیلی دوست می داشت و خیلی زیاد دل بسته بود به همان پرنده. حتی هنگام خواب رفتن قفس همان پرنده را آورده در کنار همان رخت خوابش می گذاشت و خواب می رفت. خانواده، پدر، مادر، برادران همه از این که آگاه بودند دائما پسرک را تهدید میکردند به همون پرندهش و در هر کار وقتی که نمیخواست انجام دهد به او میگفتند که اگر انجام ندهی ما پرنده را آزاد میکنیم. از همین خاطر میگفت که نه، آزاد نکنید، من اون کار را انجام میدهم. بالاخره وقتی رسید که پسرک خسته شد، از این خسته شد و روز برادرش به او فرمایش میدهد که رفته آب بیار. پسرک میگوید که نه، من خسته میخوام خواب روم. برادرش میگوید که اگر نروی رفته از قفس پرنده را آزاد میکنم. پسرک میگوید که من خودم دیشب پرنده را آزاد کردم تا اینکه خودم نیز آزاد باشم. برادران، مقصد از همین قصه در این است که ما هممون در مثال همان پرنده یک چیزی در حیات داریم که وابسته آن هستیم، که این را نفس و شیطان بالای ما تلقین میکند. پول، مال، دنیا یا یگان محبوبه، هر کسی باشد نباشد، ما وابسته آن وقتی که شده آزادی خود را حس نمیکنیم. از همین خاطر حرکت کنیم که زیادتر دلبستگی و پیوستگی خود را به الله مهربان کنیم و آزاد باشیم. سلامت باشین دوستان.